به موادتون اضافه کنین و دورانی و آروم با مواد ترکیب کنید تا همه آردتون باز بشه، گوله باقی نمونه. موادتون الان آماده است. کف قالب 20% رو چرب آرد پاشی کنید، مواد رو بریزید داخلش و در فر 180 درجه از قبل گرم شده به مدت حدوداً 30 الی 40 دقیقه بذارید تا بپزه. خب حالا میریم سراغ سس شکلاتی که احتیاج هست به 1/4 لیوان روغن مایع، 1/4 لیوان شکر، 1 لیوان شیر، 50 گرم شکلات تخته‌ای و 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو که همه اینا رو با هم مخلوط کنید و روی حرارت بذارید و مدام هم بزنید در حدی که همه مواد با هم یک دست بشن. کیکو که از فر درآوردید برش بزنید به سایزای دلخواه. چند تا سوراخ با خلال دندون روش ایجاد کنید و حالا سس ولرمو روی کیک داغتون بریزید. کیک خیس شکلاتی خوشمزه‌مون آماده است. هر مدلی که دوست دارید میتونید تزیین و در کنار خانواده نوش جان کنید.